اخبار تاجیکستان و جهان را استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما میکنیم. شعله گل خواجه هستم. سلام. قبل از تفصیلات مطالب به سرخط موضوع امروز 17 سپتامبر توجه کنید. چندین کشته و مجروح در نویه حصار افسری کشته شده توجیک را دفن نمودند. تاجیکستان و قرقیزستان در مناقشه و تیراندازی یکدیگر را متهم میکنند. رقابت است یا ناتوانی؟ بانک جهانی میگوید اندازه بلند صاحبکاران را در تاجیکستان دلسرد کرده است. هم کارخانه را محکم کردنیم. چیزی که محکم کردن چند تشدید اول همین و سرگردانی بعد از زندان. محبوسان سابق میگویند با داغ سودی آنها را مخصوص در یگانجا به کار قبول نمیکنند. در آنجا شتات خالی هست. بعدی که ما از پیش دیرکتش میبریم آدم را به کار قبول میکنند. چند لحظه پیش جسد подполковник رستم عبیداللهیف به زادگاهش نویه حصار آورده و به خاک سپرده شد. به گفته خبرنگاری آزادی جسد را مسئولین قسم نظامی و دیگر افسران مرزبانی همراهی میکردند. نزدیکان افسر رستم عبیداللهیف میگویند او 35 سال داشت و صاحب 2 فرزند بود. عبیداللهیف همراه با 2 مرزبان دیگر تاجیک دیروز در مناقشه مرزی تاجیکستان و قرقیزستان به هلاکت رسیدند. طبق معلومات همکاران ما از تاجیکستان و قرقیزستان در این زد و خورد 1 مرزبان قرقیز نیز کشته و از هر دو طرف 19 کس مجروح شدند. با این وضع مقامات 2 کشور گفتند تیراندازی خاتمه یافته است و جانب‌ها برای راه ندادن به شدت گرفتن مناقشه تلاش دارند. میرزا نبی خالقزاد ماجرای نوبتی و فاجعه بار مرزی را خلاصه میکند. وزارت کارهای خارجه قرقیزستان صبح امروز به نشان اعتراض قطعی در رابطه با حادثه نزاعی که در منطقه مرزی تاجیکستان قرقیزستان رخ داد و سبب مرگ سربازان 2 کشور و زخمی شدن ساکنان ملکی شد به دست سفیر تاجیکستان در قرقیزستان سهراب عالمزاده نوت سپارید. اما قشون‌های سرحدی تاجیکستان دیروز با پخش یک اظهارات که در صحیفه آژانسی رسمی خاور به نشر رسید جانب قرقیزستان را عیبدار نمود که سازشنامه‌های 2 جانبه را به اعتبار نگرفت و به محل این نزاع یعنی به منطقه باباجان غفور فی تاجیکستان تا 250 سرباز را بسیج کرد. شام دیروز این نزاع برخاست و در نتیجه تیرکشایی که هر 2 جانب یکدیگر را عیبدار میکنند که اول گویا که سربازان قرقیزستان تیرکش شدند و بعدا جانب قرقیزستان گفت که جانب تاجیکستان تیرکش شده است. 4 سرباز عموما یعنی به مرگ دچار شد. 3 سرباز از تاجیکستان که در همین ساعتها در نیمه دوم امروز جسد آنها به خانواده هایشان برگردانیده می شود و 1 سرباز از قشون‌های سرحدی قرقیزستان جان سپارید. طور مقامات مرزبانی تاجیکستان و هم قرقیزستان امروز اظهار داشتند حالا وضع در این منطقه در دهه آبچه قلعچه ناحیه باباجان غفوروف کاملا آرام است و یک کمیسیه برای مشخص کردن عامل‌ها و سبب‌های رخ دادن این حادثه مشغول تحقیقات است. طور کارشناسان میگویند سبب اصلی به طور دوامدار ادامه پیدا کردن چنین مناقشه‌ها که باعث مرگ هم نظامیان و هم ساکنان ملکی می شود این تأخیر در کار کمیسیه بین دولتی تشخیص مرز مشترک 2 کشور می باشد. دیروز وزیر خارجه تاجیکستان و هم وزیر خارجه قرقیزستان با هم ملاقات داشتند و برای هر چه زودتر به ثبات آوردن و حل مسئله مرزی صحبت نمودند. میان تاجیکستان و قرقیزستان حدود 1000 کیلومتر کوادراتی مرز مشترک وجود دارد که تا حال حاضر همگی 50% آن علامت گذاری شده است و محض در اون قطعه های بحثی که تا حال حاضر از 2 طرف مورد بررسی و تحقیق قرار دارند همین گونه مناقشه ها سر میزند و باعث مرگ هم نظامیان و هم ساکنان ملکی می شود. در این نامه هایی که هر 2 طرف یکدیگر را گناهکار می کنند همچنین ذکر شده است که باید برای هر چه زودتر پیدا کردن راه حل دقیق و عملی آن کوشش به خرج داد.
رو می‌رویم به موضوع دیگر. همین حالا در شهر وارشاوا نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره حقوق بشر جریان دارد. نشست دیروز شروع شد و علاقه بعضی نمایندگان حکومت تاجیکستان و مخالفان نظر خود را درباره رعایت حقوق انسان بیان داشتند. سازمان امنیت و همکاری اروپا بارها از تاجیکستان خواسته است وضع حقوق انسان و بخصوص آزادی بیان را بهتر کند و به خبرنگاران اجازه بدهد که ناترسیده و آزادانه کارشان را انجام بدهند. طوری سفر که حالا در وارشاوا قرار دارد، تفصیلات را از نشست امروزه برای ما و شما میگوید. در روز سوم نشست بزرگ سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر وارشاوا یکی از مسائل مبرم و آن هم آزادی بیان در سراسر کشورهای عضو بررسی شد. در این نشست مسئولان امور آزادی مطبوعات در این سازمان از تنزل آزادی بیان گفتند و افزودند که خبرنگاری نظر به گذشته به یک کسب خطرناکتر تبدیل شده است. قسم زیادی سخنرانی درباره فشار به مطبوعات مستقل، تهدید به خبرنگاران و ساکت کردن دیگرانشان بود. وفا نیتبکوف نماینده هیئت تاجیکستان از وزارت امور خارجه ضمن سخنرانی 2 دقیقه خود گفت در کشور تمام شرایط برای مطبوعات مستقل فراهم شده است، ولی به قول وی یک ایده از رسانه‌ها هستند که واقعیت را تحریف کرده می‌خواهند به افکار عموم در تاجیکستان تاثیر گذارند. وی از یگان رسانه نام نبرد و این زمان مطبوعات بین المللی و رسانه‌های بین المللی را هم متهم کرد که به قول وی به گروه‌های افراطی و تروریستی به مثل حزب ممنوعین حضرت اسلامی و گروه 24 منبر می‌دهند. در تاجیکستان هر دو سازمان افراطی و ممنوع اعلان شدند، ولی در کشورهای غربی که بعضی از اعضای این سازمان‌ها زندگی دارند به نظر تاجیکستان موافق نیستند. وفا نیتبکوف همچنین گفت 2 نشریه‌ای که در تاجیکستان از فعالیت ماندند و مثل آزادگان و پک و دلیل نداشتن پول کارشان را بس کردند، هرچند خود مؤسسان میگویند فشار و تهدید برای نوشته‌ها سبب شد که هفته‌نامه آزادگان را ببندند. واکنش بعضی از نمایندگان سازمان‌های جمعیتی از تاجیکستان که در نشست حضور داشتند خنده تمسخرآمیز بود. مشورت و گفتگو درباره آزادی بیان در حوزه کشورهای سازمان امنیت و همکاری اروپا تا شب 17 سپتامبر ادامه می‌کند و قرار است حاضران نشست نظری سازمان‌های مستقل را درباره وضع آزادی سخن در تاجیکستان هم بشنوند. اما وضع آزادی بیان در 2 سال اخیر پیوسته از طرف سازمان‌های بین المللی تنقید شده است. آنها می‌گویند تعقیب برای نوشته‌های انتقادی درباره حکومت، دعوت به اداره‌های امنیتی برای مشورت به اصطلاح دوستانه، محروم کردن از حق کار و از اصولهای ساده و رایج است که مقامات تاجیکستان برای ساکت کردن مطبوعات مستقل به کار میبرند. طاهر سفر و مارتین بوبنیک، وارشاوا. انداز بلند میان صاحبکاران تاجیک را میشکند. میگویند کارشناسان بانک جهانی و از مقامات تاجیکستان دعوت میکنند که هرچی تیزتر وضعیت را تغییر بدهند. اما سال مقامات در تاجیکستان ارزش انداز را بالا میبرند. بنا به اصلاح کمیته سرمایه گذاری تنها در نیم سال جاری 13,000 صاحبکار ترک پیشه کردند. این مشکلات را همکاران ما از تلویزیون نستایش وریم تحلیل نمودند و گزارش را کایومرسیاتا پیشنهاد میکند. رستم رئیس شرکت است که به نصب تجهیزات سر و کار دارد. به گفته این صاحبکار بر اضافه بلند بودن میزان انداز، ناظران پیوسته طلب میکنند که مبلغ تا 1 و یا 2 ماه پیش پرداخت شود. تفتیش های نقشوی تا حد طول میکشند که رستم برای اداره نمودن تجارتش فرصت نمییابد. رستم به خلاصه اومد که از تجارتش دست کشد. هم کارخونه را محکم کردنیم. چیزی که محکم کردن چند قصید اول همین کارخونه را کردگی شب پرایوریکه کردن هیچ نکی محکم کردن. چند باشید اول که هم کارخونه کردن 5 برجای پرایوریکه کردن. هر سال هزارها نمایندگان تجارت خرد و میانه ترک فعالیت میکنند. رسما تصمیم آنها به بحران مالی ربط داده می شود. اما کارشناسان میگویند مشکلات در انداز است. اگر اندازها بیش از 30% درآمد را تشکیل بدهند، درباره رشد تجارت حاجت حرف زدن نمیماند. اگر صاحبکار برای رشد من بعده تجارتش مبلغ ذخیروی نداشته باشد، از کجا توسعه می‌یابد؟ اگر ما می‌خواهیم در آینده انکشاف یابیم، باید اندازها کم کرده شوند. این اکسیوم است که هیچ اثبات زیادتی را نمی‌خواهد. بانک جهانی میگوید از لحاظ پیشبرد تجارت تاجیکستان در میان 190 کشور در مقام 183م قرار دارد. به حساب میانه سالانه یک صاحبکار برای اندازسپاری 224 ساعت خود را صرف میکند. بیش از 30% اندازها به پرداخت‌های دوم درجه راست میآیند. کارشناسان بانک جهانی میگویند که بعضی نوع‌های انداز از جمله از استفاده برندگان راه ناعادلانه است.
در اصل این اندازه‌سپاری 3 کرته می شود. از اندازه‌سپاری آزاد کردن بعضی کارگاه‌های دولتی وزنینی را به دوش کارخانه‌های بار می‌کند که از چنین امتیاز برخوردار نیستند. نقشه انداز را حکومت تعیین می‌کند و آن هم مسئله از 15 تا 20% بلند می‌رود. بخش علاهیده وجود دارد که از امتیاز خوبی دولتی اندازه‌سپاری برخوردار می باشد. از طرف دیگر ما بخش بزرگ غیر رسمی را می بینیم که کوشش می کند زیر سایه و دور از مد نظری کمیته انداز باشد. در نتیجه یک بخش خرد خصوصی باقی می ماند که تمام وزنینی بر دوشش است. در بانک جهانی میگویند اگر مقامات فوراً چاره اندیشی نکنند دیگر از جای امکان ستانیدن انداز وجود نخواهد داشت. فهمیش موجود است که این وسیله سیاسی یعنی امتیازهای اندازی به طور ثمرناک استفاده نمی شود. آن را باید تکمیل داد. این به حکومت امکان می دهد که با این و یا آن شرکت مناسبتی مستقیم را به راه ماند که از امتیاز اندازی برخوردار است و سرمایه علاوه‌ای را وارد می کند. با توجه به شکایت‌های زیاد درباره سرباری مالیاتی، تاجیکستان تصمیم گرفته است به کودکس اندازی تاجیکستان اصلاحات وارد کند. مقامات میگویند به کم کردن انداز، شیوه‌های پیچیده مالیات سپاری و کاهش تفتیش‌های پی در هم کارمندان این نهاد توجه ظاهر کرده خواهد شد. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. همه سال صدها محبوسان توجیک بعد از ادای مهلت جزا به آزادی میبرند. اکثریت این نفران را در بیرون از زندان امتحان دیگری منتظر است. آنها در بیشتر حالت بیکار و بیخانه و بیسند مانده چون آدمان نوع دوم شناخته میشوند. و مثل قهرمان گزارشی نوبتی ما که به گفته‌اش ماه‌های دراز از یک در کارگاه به دیگری میرود ولی بی نتیجه. محمود جان رحمتزاده شکایت سابق محبوس را گوش کرد و رستم جانی گزارش را آماده نمود. 9 ماه پیش رستم از زندان رها شد. خانه پدری را در این احوال دریافت. یگانه برادرش به امید زندگی خوبتر اینجا را ماند و رفت. 27 دکتر اومدم شرایط وزمین خانه‌ام در این همه طول اویله‌دار نشدم. سبب شرایط بود. بعد پدرم گذشت، مادرم گذشت. از روزهای اولی آزادی به جستجوی کار برآمد. او باید اینجا را به ترتیب درآورد، عائله برپا کند، زندگیش را سامان دهد. سرسان سرگردان به جای کارم. رستم حالا 39 ساله است. او قبل از زندان تاکسی داشت. یک دعوا پای او را به مهلت 5 سال به زندان کشید. 2 سال آن را نشست و آزاد شد. نمیدانست مناسبت اطرافیان با او تغییر می‌یابد. تریبوانی میپرسن داغ سودی داری؟ نمیشه. من میگم داغ سودی داری، ما در جمعیت در کاریم. با داغ سودی زندگی برای رستم دشوار است. در تاجیکستان کار دهندگان به این طبقه جامعه میکوشند سر و کار نگیرند. در نتیجه بیشتر آنها بیکار میمانند. در اونجا شتات‌های خالی هست. بعدی که ما از پیش دیرکتش میبریم آدم‌ها رو به کار قبول میکنن. رستم حالا تلاش دارد بیگناهی خود را اثبات کند چون که به باور او حقوقش ویران شده است. ما میخوام که در وطن خودم کار کنم، وطن خودم آباد کنم، به خلق خودم خدمت کنم. نمیخوام که به روسیه به کار برم، به مردکاری برم. رستم به این پندار است راه پیدا کردن جای کار شستن داغ گناه است. عریضه من رو از روی قانون بینن، پرونده جنایی من از سر نو بازبینی شود. به این مقصد خود چون میرسد هنوز نمیداند، اما غیر از این چاره را نمیبیند. و در ازبکستان سر از 1 январи соли 2020 қарори парлумон дар бораи танзими тӯи маросимҳои хонаводагӣ, ҷашнҳо, маросимҳои азодорӣ ба иҷро медорад. ин қарор рӯзи 14 сентябр қабул шуд. бар асоси он маросимҳои хонаводагӣ танҳо як рӯз аз соати 6 субҳ то 11 шом иҷозат дода мешавад. ин тартибот ба маросимҳои гуручӯб дахл надорад. ба ҷуз ин шӯрои ноҳиявӣ ва шаҳрии вакилони халқӣ метавонанд муҳлати баргузории маросимҳоро танзим кунанд. дар ҳуҷҷат омадааст ки дар маросимҳои хонаводагӣ ширкат то 200 одам иҷозат аст, дар маросимҳои арӯсӣ иштироки то 250 одам иҷозат дода мешавад.
و با همین مطلب برنامه امروز رو به پایان میرسونیم. اگر میخواهید در جریان خبرهای روز باشید پس به وبسایت ما بروید www.azadi.org. گزارش و نوارهای جالب در آزادی ویدیو دسترس میباشند. صفحه رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال هستند. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیم شما میشود ساعت 7 با وقت پراگ. خدا نگهدار.